و آخرین منهم از جمعی از یا از جنسی از یا که انسان هست لما یلحقوا بهم که تا آلی را پیوست نشده به یا مردمی است که در پشت سر قرار داره. اینجا اگر عطف سر یعلمهم شود دیگه اینجا مراد از پیشش زمانه صحابه کرام است و بعد از او آخرین تمام زمانه های چی را شامل میشه آینده را اینطور معنا میده. و آخرین منهم و دیگرا منهم از جمعی امی انسانا لما یلحقوا بهم که پیوست تا آلی را پیوست نشده به او در چی چیز پیوست نشده به ایشان پیوست نشده یا در زمانه که زمانهشان قطع از یک جانه بوده یا در فضیلت در زمانه یا در فضیلت. در فضیلت هم مردم متأخر در متقدم نمیرسه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه را شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، محدث بزرگ است، خب عالم متقی است. از پیش سوال کرد میگه در بین کی عمر ابن عبدالعزیز و معاویه رضی الله عنه چیست؟ و گفت الله اکبر امو گردی که در پشت پای اسب معاویه رضی الله عنه در زمان پیغمبر در میدان جهاد نشسته به هزارا چیست؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بر یزو رسیده نمیتونه، در حالی که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه عمر ثانی برش میگه در عدالتشونه شهرت داره. در کدام مرتبه است؟ من روایتی میخوام بخوانم که از این روایت معلوم میشه این روایت هم در مال سعید ابن زید هست، اثر ایشون هست، در ابو داود و ترمذی هست. میگه والله لمشهد رجل مع النبی صلی الله علیه و سلم، مقایسه میکنه جایگاه من و شما را، من و شمایی که از نظر ایمان و تقوا فول باشیم، نه با این فتنه هایی که امروز ما گرفتاریم. این در زمان تابعین یا در زمان تبع تابعین در این جمله را میگه. اون زمان میگه والله لمشهد رجل منهم مع النبی صلی الله علیه و سلم، سوگند به خدا همراهی و حضور یک نفر از صحابی با رسول الله که با رسول الله در یک جنگ همراه بوده، چه افتخار بزرگی است. با رسول الله همرکاب بوده، با رسول الله همراه بوده. یغبر فیه وجهه، که در اون معرکه فقط چهرهش خاکالود شده، غبارالود شده. بس در یک جنگ اگر یک نفر با رسول الله همراه شده و چهرهش غبارالود شده، خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح، اون یک روزی که با رسول الله هست از عمر نوح که به شما داده بشه، به اندازه عمر نوح، یعنی 1040 سال یا 1050 سال، بعضی میگن به حضرت نوح عمر داده شد، به اندازه عمر نوح 1000 سال داشته باشی و این 1000 سال همه طاعت و بندگی بکنی، سوگند به خدا که این تمام طاعت و بندگیت به اندازه اون یک روز هم اجر نداره. لذا شما در جایگاهی نیستید که زبانتون را نسبت به اونها بلند کنید و زبانتون را بگشایید، دهن بگشایید. معنیش اینه. و بعد اگر اونها اشتباهاتی کردند این آیه را خواند ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات اونها، نیکی های اونها همه سیئات را از بین میبره. سیئات اونها بسیار پیش پا افتاده بودند. لذا مبادا نسبت به صحابه کسی لب بگشاید، توهین بکند. معنی این حدیث این هست. عقیده اهل سنت والجماعت است که بزرگترین ولی در مقام صحابی رسیدن نمیتونه. در مقام صحابه یکیش نه گنبد داره او نه قبر داره و نه مشکل کشاست، نه برای درد دندان هستن نه درد گوش. او امروز هر کس پیدا میشه در جای گنبد سرش جور میشه او مرضاتش منصوب میشه. عجیب است، در حالی که در مرتبه از او نمیرسه.